اگه 1080 نیستی، نسل زدی نیستی، این ویدیو برای توه. چرا؟ چون قطعا تو با یه 1080 صحبت کردی. وقتی باش صحبت کردی گفتی این چرا داره به یه زبون دیگه صحبت میکنه؟ آخه فلانی سیمپمه و گستم کرد و اسلیه یعنی چی؟ میفهمم کاملا میفهممت. آقای 1040 1050 که نمیتونی با پسرت ارتباط برقرار کنی. آقای خانم محترمی که من اصلا به دهتون اشاره نمی کنم، چون اصلا سن خانوما رو نباید بروشون آورد. اگه نمیتونی با دخترت ارتباط برقرار کنی، این ویدیو برای توه. معنی همه این اصطلاح ها رو یاد میگیری. اولین اصطلاحی که میخوام بگم سیمپ به چه معناست؟ بذار خلاصه بگم. تو کف آدمی که هیچ عزت نفسی نداره، حوله و برای جلب توجه جنس مخالف تقریبا هر کاری میکنه. پول خرج میکنه، هی پیام میده، دختره یا پسر زایش میکنه و باز به اون کارا ادامه میده. این آدم سیمپه. از کلمه سیمپل میاد، یعنی ساده است. خوله راه ارتباط با جنس مخالف و بلد نیست و فقط خوبی میکنه و سادگی به خرج میده. دومین اصطلاح اسلی تو معنی کلمه زمان قدیم مثلا معنیش این میشه پاره پاره کردن، کشتن و اینجور چیزا. اما الان وقتی میگم فلان چیز اسلیه، یعنی فلان چیز ترکونده، فلان اعتماد به نفس، خار اعتماد به نفس. سومین کلمه گست کردن یعنی چی؟ روح کردن. احتمالاً تو اون برنامه قیاسی شنیدینش دیگه. این گست کردن یعنی چی؟ یعنی ببین من با این فلانی ارتباط داشتم، یه ارتباطمو قطع میکنم بدون اینکه خبر بدم بهش، یه جوری برخورد میکنم انگار وجود نداره. کار به شدت کثیفی و طرف مقابلو به فنا میده. چهارمین اصطلاح شیپ کردن. از ریلیشن شیپ میاد. مثلا میگه من فلانی رو با فلانی شیپ میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم این فلانی با این فلانی خیلی به هم میان، یه جورایی عقدشون رو تو آسمونا بستن. یه همچین حالتی معنیش میشه که اصلا به ما که اصلا تو چرا باید شیپ کنی دو نفر رو؟ مگه خودشون عقل ندارن که با هم اوکی شن؟ اگه به هم میومدن که با هم اوکی میشدن، پس دلیل نداره تو شیپشون کنی. پنجمین اصطلاح پیکمی در لغت یعنی منو انتخاب کن. اما رفتارای پیکمی اینجوریه که من از این نسل نیستم. جنسیت، گروه و همه چیز خودشو پایین میاره و خودشو از جنسیتش جدا میکنه. برای مثال عرض میکنم. آدم پیکمی میگه این نسل همه هیپاپولوژیست گوش میدن، اما من شجریان گوش میدم. من از این نسل نیستم که از این آهنگو گوش بدم. دخترای امروزی همشون زیرخواب همن، اما من از این نسل نیستم. این پسرای امروزی هیچ کدوم بلد نیستن کار کنن، اما من بلدم. این مردای جدیدی تستوسترون ندارن، بازو رو نگاه. این پیکمی بودن. تو یه پیکمی هستی اگه این رفتارا رو داری. چهارمی بومر. اگه قبل از این مثلا ویدیو این اصطلاحات رو نمیدونستی، بومر میشه شما. یعنی چی؟ یعنی بلد نیستی، توی باغ نیستی و ضد حال رفتارات. یعنی مثلا یارو داره یه رو باهات صحبت میکنه، تو نمیفهمی چی میگه. به آدم ضد حال و اینا میگن بومر. توی جمع همه دارن صحبت میکنن، میخندن، بعد یه نفر یهو فاز غم میاره. اون آدم بومره، عقب مونده است، ضد حاله، رو مخه. لوکی مثلا میگه این یارو لوکی تو کف منه. یعنی چی؟ بذار درست‌تر بگم، نسل زدی بگم، فلانی لوکی سیمپ منه. یعنی چی؟ یعنی فلانی خیلی لوکی حول منه. گرفتی چی شد؟ لوکی یعنی چرا خاموش، خیلی آروم. مثلا فلانی لوکی آیفون 17 شو نشون داد، مثلا اینجوری تو جیب در آورد، اینجوری نشون داده، نیومده بکن تو چشم مردم. هفتمین اصطلاح استاک کردن یعنی چی؟ یعنی تعقیب در کلمه. اما مثلا استاک داریم، تو استاک یه سری استاکا اذیت میکنن. مثلا یارو میاد تو خیابون تعقیبت میکنه، چه میدونم جی پی اس میکنه تو کونت، تو کفشت، دوربین میذاره مثلا تو ماشینت. این مثلا نوع اذیت کننده شه. اما یه نوع دیگه داره که مثلا میری شبکه‌های اجتماعیشو چک میکنی، با پیج فیک میری چکش میکنی، یا به رفیقت میگی به رفیقش بگی این فلانی چی استوری گذاشته. اون استاک کردن سالمه، یعنی زیر نظر گرفتن. استاک کردن یعنی تعقیب مریضوارانه آدمی که خبری نداره که تو اصلا دنبالش میکنی، تو دنبال توجهش و اینا. حتما شنیدیم میگن فلانی ساس میزنه. یعنی چی؟ یعنی من فلانی مشکوکه، یا من رو فلانی ساسم، یعنی من رو این یارو مشکوکم. این یه ریگی به کفششه، یه کرمی به
آره، ساس از کلمه suspicious میاد. حال کردین؟ suspicious. احساس میکنم با انگلیسیم ریدم، ولی خب به هر حال معنی رو رسوندم. فلانی ساس میزنه یعنی یه همچین چیزی. آخرین کلمه که دیگه ساده ترین کلمه است و احتمالاً همه بلدیمش، کرینج یعنی چی؟ یعنی حالمو به هم میزنه. فلانی خیلی رفتارش کرینجه، یعنی یه کارایی میکنه که اصلا حال آدمو به هم میزنه، باعث خجالت میشه. این کرینجه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو راضی بوده باشید و اینکه اگه از سبک کاری من خوشتون اومد، از ویدیوهامون خوشتون اومد، ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و لایک و زنگوله و اینا هم فراموش نشه.